آگهی انجمن نگهبانان پرچم ملی ایران به مناسبت 25 و 26 آذر. به نام تو که به بندت کشیدند اما بندگی نکردی، با تو گفتگویی دارم. به تنگنای اسارت، به سوزش سرمای غریب غربت، به بزرگی شهامت تو، به خانه مادری من سوگند. از بیکران فاصله ها با همه وجودمان آزادیت را فریاد خواهیم کرد. ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستیم. در ایران و سراسر جهان با برافروختن شمع در خیابانها و محل سکونت خود در حمایت از زندانیان سیاسی شرکت می‌کنیم. با عشق و امید به ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی شویم. باشد که پرچم آزادی خواهی ایرانیان، این درفش کاویانی، همیشه بر فراز آسمان ایران در اهتزاز باشد. انجمن نگهبانان پرچم ملی ایران از همه ایران دوستان درخواست می‌کند تا با قامتی استوار در جهت پشتیبانی از تمامی نیروهایی که در بند جمهوری ننگین اسلامی اسیرند شمعی بیفروزند و خواستار آزادی آنان شوند. زمان یکشنبه 16 دسامبر از ساعت 16 تا 17. مکان شیستاتوریت روبروی کتابخانه شیستا. پاینده ایران برافراشته باد پرچم ملی سرنگ شیر خورشید نشان ایران.